مناطق آزاد تجاری. وقتی این اسم رو میشنویم معمولا یه سری تصاویر خیلی جذاب میاد تو ذهنمون، درسته؟ بله، دروازه‌های به اقتصاد جهانی، نوآوری، یه جور الگوهای توسعه. دقیقاً. آزمایشگاه‌های کوچیکی برای یه ایران پیشرفته. اما شما یه مقاله کارشناسی برای ما فرستادی که نشون میده خب پشت این ویترین قشنگ داستان کاملا متفاوته. یه داستان خیلی متفاوت. یه جنگ قدرت پنهان، دعوا سر پول که این رویای قشنگ رو انگار به بنبست رسونده. دقیقاً. ما امروز داریم به نوشته ابراهیم نصیری نگاه می‌کنیم. ایشون روزنامه‌نگار و کارشناسیه که سال‌ها روی همین مناطق آزاد کار کرده. مقاله‌اش مثل یه کالبد شکافی میمونه. کالبد شکافی از چی؟ از یه ایده شکست خورده. سوال اصلیش اینه: چرا مهمترین قانون این مناطق، یعنی همون مدیریت یکپارچه، هیچ وقت اجرا نشده؟ قانونی که قرار بود مدیر عامل منطقه آزاد رو حاکم مطلق اونجا بکنه. بله، ولی در عمل تبدیل شده به یه جوک اداری. و اینجاست که داستان برای ما شروع میشه. ما توی این بررسی می‌خوایم ببینیم رد این شکست رو میتونیم بگیریم یا نه. یه قانون خوب روی کاغذ داریم، حتی رئیس جمهور و دادستان کل کشور هم گفتن باید اجرا بشه، اما انگار یه نیروی نامرئی جلوش رو گرفته. خب قاتل این ایده کیه یا چیه؟ سوال همینه: آیا مشکل از خود قانونه، یا پای طمع مالی دستگاه‌های دولتی وسطه، یا نه یه جنگ قدرت تمام عیاره؟ یا با هم ببینیم این پرونده ما رو به کجا میرسونه. خب هر پرونده یه مضمون اولیه داره. اینجا مضمون اول به نظر میاد خود قانونه. مقاله به یه عبارت کلیدی اشاره میکنه: ابهام در اجرا. یعنی شاید اصلا قانون رو بد نوشتن و کسی نمیدونه دقیقاً باید چیکار کنه. بله، این اولین و راحت ترین بهانه‌ایه که همه ازش استفاده میکنن. میگن آقا دستورالعمل اجرایی شفاف نیست. و فرماندارها هم از همین استفاده میکنن. دقیقاً. همینو سپر خودشون کردن و به ادارات زیر مجموعهشون میگن لازم نیست از سازمان منطقه آزاد حرف شنوی داشته باشید. چرا؟ چون تکلیف ماجرا مشخص نیست. ولی فقط یه بهانه است. پس ببین، نکته اینجاست که این ابهام یه هرج و مرج کاملا واقعی روی زمین ایجاد کرده. یه هرج و مرجی که خیلی هم به نفع بعضیاست. صبر کن ببینم این هرج و مرج در عمل چه شکلیه؟ یعنی چیکار کرده؟ تصور کن شما مدیر عامل یه منطقه آزاد مثلا عرس یا اروند هستی. محدوده شما بخشایی از 2 یا 3 تا شهرستان مختلف رو شامل میشه. خب این یعنی شما به جای یه فرماندار باید همزمان با 3 تا فرماندار سر کله بزنی، 3 تا شورای تامین متفاوت، 3 سری ادارات آموزش و پرورش، بهداشت، برق، آب که هر کدوم ساز خودشون رو میزنن و به فرماندار خودشون گزارش میدن، نه به مدیر منطقه آزاد. دقیقاً، نه به شما. 3 تا فرماندار، این که دیگه مدیریت نیست، بیشتر شبیه دیپلماسی بین 3 تا کشور متخاصمه. یه سرمایه‌گذار چطور میتونه تو این سیستم کار کنه؟ واسه گرفتن یه مجوز ساده باید بره با 3 تا اداره برق مختلف مذاکره کنه. دقیقاً، به هدف زدی. این ساختار عملاً هر نوع برنامه‌ریزی یکپارچه رو فلج میکنه. چطور میشه بودجه و عملکرد مالی رو تفکیک کرد؟ نمیشه اصلاً. وقتی اداره آموزش و پرورش شهرستان جلفا هم به مدارس داخل منطقه آزاد ارز سرویس میده و هم به روستاهای خارج از منطقه، حساب کتابش مشخص نیست. مقاله هم به درستی اشاره میکنه که این ادارات حتی یه حسابدار مستقل واسه محدوده منطقه آزاد ندارن. پس همه چیز در همه. درم و برهم، این آشفتگی بوروکراتیک بهترین پوشش برای اجرا نکردن قانونه. پس مضمون اول ما، یعنی ابهام در قانون، بیشتر شبیه یه صحنه‌سازیه. به نظر میاد این پیچیدگی اداری اتفاقی نیست. اینجا باید از خودمون بپرسیم کی از این آشفتگی سود میبره. خب معمولا تو اینجور پرونده‌ها اگر رد پول رو بگیری به جوابهای جالبی میرسی. و اینجا دقیقاً به قلب ماجرا و مضمون دوم میرسیم: تضاد منافع مالی. مقاله اسم این بخش رو گذاشته تهدید درآمدها. تهدید درآمدها. بله، خیلی از ادارات دولتی و شرکت‌های استانی مثل عام و فاضلاب، برق، مخابرات، بخش بزرگی از درآمدشون رو از صنایع و کسب و کارهای پرسودی که داخل همین مناطق آزاد هستن به دست میارن. یعنی سازمان منطقه آزاد با کلی هزینه و تبلیغات سرمایه‌گذار میاره، زیرساخت درست میکنه، ولی وقتی زمان برداشت محصول میرسه درآمدش مستقیم میره تو جیب اداره کل همون سازمان تو مرکز استان. دقیقاً. این که بیشتر شبیه یه شوخی تلخه. کاملا. این پول‌ها مستقیم به حساب ادارات کل استانی واریز میشه و اونها هم به هیچ قیمتی حاضر نیستن این منبع درآمد شیرین رو از دست بدن یا حتی حسابشون رو شفاف کنن. عجب. نویسنده یه جمله کنایه‌آمیز و فوق‌العاده داره، میگه دستگاه‌ها دوست دارند سازمان منطقه آزاد زیرساخت‌ها را بسازد و هزینه کند، اما آنها فقط در سود شریک باشند، نه در سرمایه‌گذاری. یعنی یه رابطه کاملا یک طرفه و استثماری. دقیقاً. این یه جور پارادوکس. سازمان منطقه آزاد موظف منطقه رو توسعه بده، جاده بکشه، اینترنت پرسرعت بیاره، اما درآمد حاصل از این توسعه به خودش برنمیگرده که دوباره سرمایه‌گذاری بشه. این سیستم که خودش رو نابود میکنه. کاملا. این بزرگترین مانع برای توسعه واقعیه. چرا یه مدیر منطقه آزاد باید انگیزه داشته باشه که واسه توسعه زیرساخت شهرک صنعتی جدید تلاش کنه؟ خب وقتی میدونه پولش جای دیگه میره؟ بله، وقتی میدونه درآمد حاصل از فروش آب و برق اون شهرک به جای اینکه صرف ساخت مدرسه و بیمارستان تو همون منطقه بشه، میره مرکز استان واسه پرداخت حقوق و مزایای کارمندایی که شاید هیچ ربطی به اون منطقه ندارن. اینجاست که مقاومت‌ها واقعی میشن پس. بله، و از حالت اداری خارج میشن. خب تا اینجا فهمیدیم که ابهام قانون یه بهانه است و تضاد منافع مالی یه انگیزه قوی واسه مقاومت. اما به نظر میاد داستان عمیق‌تر از این حرفاست. خیلی عمیق‌تره. این فقط یه دعوای اداری و مالی نیست، این یه جنگ قدرت تمام عیاره. مضمون اصلی ما کم کم داره خودش رو نشون میده. مقاله از چند تا جبهه مختلف تو این نبرد اسم میبره. بله، و قدرتمندترین بازیگران این صحنه استانداران و فرمانداران هستن. مقاله به صراحت میگه اونا با هر قانونی که نتیجهش 2 پادشاه در یک اقلیم باشه ذاتاً مخالفن. چون از دید اونا مناطق آزاد چیزی جز حیات خلوت استان نیستن و نباید ادعای استقلال داشته باشند. 2 پادشاه در یک اقلیم، چه توصیف دقیقی. یعنی یه استاندار که خودش رو عالی‌ترین نماینده دولت تو استان میدونه نمیتونه تحمل کنه که توی گوشه‌ای از قلمروش یه مدیر عامل منطقی آزاد باشه که اون هم مستقیما از هیئت دولت حکم گرفته و از نظر جایگاه همسطحی معاون وزیره. دقیقاً. پذیرش این موضوع براشون غیر ممکنه، به خصوص اگه اون مدیر عامل یه چهره ملی قدرتمند و با نفوذ باشه. اینجاست که تمام قدرت سیستم اداری استان بسیج میشه تا اون مدیر عامل رو مهار کنه و بهش بفهمونه که رئیس کیه. دقیقاً. مقاله این مثال بی‌نظیر و تکان دهنده تو این مورد داره که فکر می‌کنم عمق این نگاه رو به خوبی نشون میده. بله، یه خاطره‌ای که مثل یه صحنه از یه فیلم سیاسیه. نویسنده نقل میکنه که استاندار وقت آذربایجان شرقی توی مراسم معرفی همزمان مدیر عامل جدید منطقه آزاد ارس و فرماندار جدید شهرستان، خب پشت تریبون میره و با صراحت تمام میگه ارس هم برای ماست. یه لحظه صبر کن، این جمله خیلی حرف توشه. ارس هم برای ماست.
این یه بیانیه است، یه خط و نشون کشیدن علنی. کاملا. این فقط نظر شخصی یه استاندار نبوده. این احتمالاً فلسفه حاکم بر کل وزارت کشوره. یعنی ما اینجا چیزی به اسم منطقه آزاد مستقل رو به رسمیت نمیشناسیم. شما فقط یه شرکت دولتی بزرگ هستین که زیر نظر ما کار میکنین. دقیقاً همین پیام رو داره. عجب. این جمله کوتاه کل این جنگ قدرت رو خلاصه میکنه و این نگاه از بالا به پایین به فرمانداران هم میرسه. اونا مدیر عامل منطقه آزاد رو نه به عنوان یه مقام همتراز، بلکه به چشم مدیر یه شرکت دولتی معمولی میبینن که باید بهشون گزارش بده. بله، واسه همین به هیچ وجه حاضر نیستن اختیارات کلیدی به خصوص تو حوزه امنیت رو واگذار کنن و این ما رو میرسونه به یکی از مهمترین میدانهای این جنگ قدرت، شورای تامین. چرا این شورای اینقدر مهمه؟ چون شورای تامین یعنی قدرت واقعی، یعنی کنترل نیروهای انتظامی و امنیتی. طبق قانون مناطق آزاد، رئیس شورای تامین منطقه باید مدیر عامل سازمان باشه. این یه اهرم حیاتی برای اعمال حاکمیته، اما فرمانداران به شدت با این موضوع مخالفن. اونا حتی به مراجع بالاتر گزارش‌های حقوقی فرستادن که این کار غیر قانونیه. از طرف دیگه شاید بشه استدلال فرماندار رو هم فهمید. اون مسئول امنیت کل شهرستانه. شاید نگران اینه که واگذاری بخشی از این مسئولیت یکپارچگی امنیتی رو به خطر بندازه. این استدلالشون هیچ اعتباری نداره. ببین، این استدلال روی کاغذ معتبر به نظر میرسه، اما در عمل بیشتر بهانه برای حفظ قدرته. متوجهم. و متاسفانه نویسنده اشاره میکنه که وزارت کشور هم تو این دعوا طرف فرمانداران رو گرفته و تشکیل شورای تامین مستقل برای مناطق آزاد رو تایید نکرده. و این یعنی عملاً مدیر عامل منطقه آزاد خلع سلاح شده. دقیقاً، توی مهمترین نهاد حاکمیتی منطقه خلع سلاح شده و این دوگانگی مدیریتی رو به اوج رسونده. و انگار این ائتلاف نانمشترک علیه مناطق آزاد بازیگرای دیگه‌ای هم داره. شهرداری‌ها شوراهای شهر هم تو این جبهه هستن. دقیقاً. اونا منطق خودشون رو دارن. میگن اعضای شورای شهر با رأی مستقیم مردم انتخاب شدن و ما زیر نظر وزارت کشوریم، پس هیچ وظیفه‌ای برای هماهنگی با سازمان منطقه آزاد نداریم. در نتیجه شهرداری‌ها تو محدوده منطقه آزاد فعالیت میکنن، از مردم و کسب و کارها عوارض میگیرن، پروانه ساخت صادر میکنن، اما خودشون رو پاسخگوی طرح جامع و سیاست‌های کلان و منطقه نمیدونن. و این حتما به درگیری‌های حقوقی هم کشیده شده. بله، در بعضی مناطق به درگیری‌های حقوقی و قضایی شدید هم کشیده شده. خب تا اینجا تصویر کاملا واضح شد. یه جنگ همه جانبه از طرف ساختار سنتی حکمرانی استانی علیه این ایده جدید. اما مقاومت‌ها فقط در این سطح نیست. مقاله به چند بهانه دیگه هم اشاره میکنه که ادارات میارن. مثلا این ادعای معروف که وظایف ما حاکمیتی و تخصصی است و قابل واگذاری نیست. دقیقاً. نویسنده این ادعا رو یه سفسطه هوشمندانه میدونه. چرا سفسطه؟ چون هدف قانون این نیست که مدیر عامل منطقه آزاد تو کار تخصصی یه اداره مثل محیط زیست دخالت کنه. قرار نیست اون به جای کارشناس آزمایشگاه تصمیم بگیره. هدف فقط اینه که رئیس اداره محیط زیست اون منطقه با پیشنهاد مدیر عامل منطقه آزاد منصوب بشه. آها، فقط پیشنهاد. بله، چرا؟ برای اینکه سیاست‌های اون اداره با اهداف کلان توسعه منطقه هماهنگ باشه. همین. پس باز همین یه بهانه برای حفظ استقلال و عدم پاسخگویی به یه قدرت بالادستیه. بله، و جالب اینجاست که این عدم همکاری پیامد ناخواسته و به شدت طنزآمیز هم داشته. چی بوده؟ سازمان‌های منطقه آزاد دیدن که ادارات دولتی باهاشون همکاری نمی‌کنن و کارها روی زمین مونده، واسه همین مجبور شدن خودشون دست به کار بشن و معاونت‌ها و مدیریت‌های موازی برای محیط زیست، فرهنگ، صنعت، بهداشت و غیره ایجاد کنن. صبر کن، وایسا ببینم. و حالا حدس میزنم همون ادارات دولتی سازمان منطقه آزاد رو متهم به موازیکاری و بزرگ کردن بدنه دولت میکنن. دقیقاً. این دیگه اوج کمدی تلخه. سیستمی که شما رو مجبور به ایجاد یه ساختار موازی میکنه، بعد به خاطر همون ساختار به شما حمله میکنه و مقاومت خودش رو توجیه میکنه. یه دور باطل کامل که هم بودجه عمومی رو هدر میده و هم انرژی مدیران رو تحلیل میبره. و این ما رو میرسونه به غم انگیزترین بخش پرونده. به نظر میرسه خود مدیران مناطق آزاد هم دیگه از این جنگ فرسایشی خسته شدن و پرچم سفید رو بالا بردن. مقاله از یه تجربه تلخ حرف میزنه. بله، این شاید تراژدی اصلی ماجرا باشه. مدیرانی که در گذشته سعی کردن با جدیت این قوانین رو اجرا کنن، با چنان کارشکنی و فشار سیاسی از طرف استانداردان و ادارات کل مواجه شدن که فهمیدن دوره مدیریت 4 ساله اونها کوتاه‌تر از اونه که بخوان صرف جنگ بی‌پایان کنن. یعنی دیدن انرژیشون داره صرف دعوای بیهوده میشه به جای اینکه کار کنن. بله. پس به جای اجرای قانون به یه راه حل جایگزین رسیدن، یه جور صلح مسلح. یه چیزی بدتر از اون. اونا به این نتیجه رسیدن که بهتر قانون رو کنار بذارن و با مدلی به اسم تعامل کارها رو پیش ببرن. تعامل یه اسم رمز بسیار زیبا برای تسلیم شدن در برابر وضع موجوده. یعنی ما دیگه دنبال اجرای قانون مدیریت یکپارچه نیستیم، بلکه سعی می‌کنیم با لابیگری، بدهبستان‌های سیاسی و رفاقت با فرماندار و استاندار کارهامون رو جلو ببریم. و این یعنی مرگ قطعی ایده حاکمیت یکپارچه و استقلال مناطق آزاد. پس اگه بخوایم این پرونده رو جمع‌بندی کنیم، خلاصه ماجرا چی میشه؟ ما یه قانون مترقی داشتیم که قرار بود یه الگوی مدیریتی مدرن و کارآمد ایجاد کنه، اما در عمل این قانون بین چرخدنده‌های یه سیستم قدرتمند خرد شد. ابهامات قانونی بهانه شد، تضاد منافع مالی انگیزه ایجاد کرد و در نهایت جنگ قدرت بین مدیران مناطق آزاد و حاکمیت سنتی استان، یعنی استانداردان و فرمانداران، تیر خلاص رو به این ایده زد. و نویسنده چه راه حلی رو پیشنهاد میده؟ اصلا امیدی به احیای این ایده هست؟ نتیجه گیری نویسنده خیلی صریحه و شاید کمی ناامید کننده است. او معتقده تا زمانی که در بالاترین سطح دولت یه عزم سیاسی جدی برای پایان دادن به این وضعیت به وجود نیاد، یه اراده قوی. بله، تا وقتی که جایگاه مدیران عامل مناطق آزاد به عنوان نماینده عالی و تامل اختیار دولت محدود تثبیت نشه و تا وقتی ابهامات قانونی به نفع مدیریت یکپارچه برطرف نشه، این قوانین فقط روی کاغذ باقی خواهند موند. و مناطق آزاد هم به جای اینکه الگوهای توسعه باشن، صرفاً بخشی از محدوده حاکمیت استانداردیا باقی میمونن، با یه کمی زرق و برق بیشتر. این بررسی به خوبی به ما نشون داد که چطور مقاومت‌های درونی یک سیستم میتونه بهترین سیاست‌ها رو هم از کار بندازه. اما یه سوال اساسی برای فکر کردن باقی میمونه که این مقاله ذهن ما رو به سمتش میبره. خب وقتی بازیگران قدرتمند یه سیستم از حفظ وضع موجود سود مالی و سیاسی میبرند، آیا هر نوع قانون یا دستور از بالا به پایین، هر چقدر که نیت خوبی داشته باشه، اصلا شانسی برای موفقیت داره؟ یا شاید مشکل اصلی تو طراحی بنیادین نحوه توزیع قدرت و منابع تو سطح محلی و استانی نهفته است و تا اون اصلاح نشه، هر قانونی در نهایت به سرنوشت مدیریت یکپارچه دچار میشه؟